بینندگان عزیز، برنامه صبح تاجیکستان ادامه دارد. این لحظه در مهمانی برنامه ما حضور دارند رضای بهرامزاد، خادم پیشبر علمی انستیتوت فیزیک و تکنیک به نام سلطان عمروی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان هنگام پیشنهاد آزمون جمهوری علم فروغ معرفت ابراز داشتند. آزمون مذکور هدف‌های نکویی را به دنبال دارد. می‌خواستیم نگاه شما را بدانیم. در حقیقت این پیشنهاد بسیار جالب و نجیب است که از طرف پرزیدنت محترم کشور در پیام نوبتیشان صدا داد و باید برای جلب خوانندگان، جلب جوانان به علم‌های دقیق، به آموزش و درک قانونیت‌های طبیعی مساعدت نماید. و باید قید نمایم که گذرانیدن آزمون فروغ صبح دانایی نشان داد که چگونه یک آزمون بسیار خوب تشکیل شده میتواند در جامعه یک تحولات به وجود آورد و مردم را به خواندن و آموزش جلب نماید. ما دیدیم که در سال گذشته چقدر خوانندگان، دانشجویان به خواندن کتاب‌های بدیعی روی آوردند و فروش کتاب‌ها نیز زیاد گردید و همون شوق و شوق خوانندگان نیز به خواندن، از خود کردن اشعار و دیگر ایجادیات بزرگان بسیار افزود. در دایره همین آزمون علم فروغ معرفت ما میتوانیم جوانانی با استعداد، قابلیتناک، آنهایی که سواد خوب دارند، دانش بلند دارند به این آزمون جلب نماییم و از بین آنها بهترین ها را انتخاب نماییم که آینده برای پیشرفت ملت و کشور سهم ارزنده خود را داشته باشند. و این آزمون یکی از عامل‌های مهمی عملی سازی 20 ساله آموزش و رشد فن‌های دقیق و طبیعت شناسی و ریاضی در ساحه علم و معارف می‌گردد که برای عملی سازی هدف چهارم استراتژی کشور صنعت کنانی با سرعت آورده می‌رساند. از طرف اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان و وزارت معارف کشور یک گروه کاری تأسیس داده شده است برای تهیه نظامنامه آزمون علم فروغ معرفت و من هم عضو همین گروه کاری هستم و ما در هنگام تهیه نظامنامه تمام نازکی‌های گذراندن آزمون‌ها را به نظر گرفتیم و در این نظامنامه مرحله‌های گذراندن آزمون، شرط‌های آزمون، معیار بهادهی به جواب اشتراکچیان آزمون، اعضای کمیسی حکومتی برای تشکیل آزمون درج یافته است و همچنین در نظامنامه قید کرده می شود که کدام نومیناسی‌ها ها وجود دارند و از روی کدام کاتگوری های سن و سالی آزمون گذرانیده می شود که بعد قبول شدن این نامه و توسط وسایل اخبار عامه اعلان گردیدن دسترسی مردم می گردد. همچنین در این نامه بودجه گذراندن آزمون قید شده است و مقدار مبلغی که برای غالبان سپاریده می شود. تشکر برای اشتراک در برنامه صبح تاجیکستان. بینندگان عزیز، یادآور میشم که در برنامه ما حضور داشتند رضای بهرامزاد، خادم پیشبر علمی انستیتوت فیزیک و تکنیک به نام سلطان عمروی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان.